امشب حقیقتا تصمیمم که حنا بذارم روی موهام و الان ساعت 11:30 و من میخوام تا ساعت 12 از همون اومده باشم، به خاطر اینکه به چت‌جی‌پی‌تی گفتم که میخوام حنا بذارم روی موهام و گفتش که بهتره که قبلش بری همون. و یه چیز دیگه هم که گفتش که باید 5-6 ساعت حنا بمونه توی آب، یعنی موقعی که با آب جوش قاطیش میکنی باید بمونه در حد 5-6 ساعت. و منم از 4 بعد از ظهر تا الان حنا رو گذاشتم و الان میخوام برم یه دوش بگیرم، به خاطر اینکه یه ذره تافت روی موهامه. خب الان دقیقاً 12 ساعت و من دیگه میخوام شروع کنم حنا رو بذارم روی موهام. باید موهام نمدار باشه، البته به خاطر اینکه میخواستم دوش بگیرم قرار شد که موهام نمدار باشه. حالت عادی نیاز نیست اصلا موها حتما نمدار باشه، روی موی خشک نمش نباید خیلی زیاد باشه. واسه همینم من تا موهام یه ذره بیشتر از این خشک میشه میخوام روی صورتم و جاهایی که حالا نمیخوام رنگ بگیره وازلین بزنم. مطمئن نیستم دقیقا چقدر باید وازلین بزنم، ولی خب فکر می‌کنم همون یه ذره‌ام کافی باشه برای اینکه خب رنگ نگیره دیگه. اینجاها رو باید بزنیم، اینجاها مخصوصا. البته من چون همیشه چتری میریزم فقط اینجا خیلی مهمه، اینجا خیلی قیافم بهتره تا اونجا. سعی کردم که داغون ترین لباسمو بپوشم، البته این اونقدر داغون نیست ولی خب من خیلی دوستش ندارم. هنوز ما اونقدری که لازمه خشک نشده با اینکه وازلینم تمام شد. وای دوستم که 100 ماه جواب دایرکتا و پستایی که واسش فرستادم و نداده همین الان جواب داد. قشنگ نم داره، یعنی منظورم از نم داره اینه که خیلی نم داره. همین الان یادم افتاد که گوشم و وازلین نزدم. اینجا هم که زد، اینجا هم که زد، اینجا راستی حسابم نبود دیگه. موهام کاملا آماده گرفتن حنا و جذب کردنشه. طبق ویدیویی که تو یوتیوب دیدم باید آب جوش میریختیم تا غلظتش به غلظت ماست برسه و بعد 5-6 ساعت میذاشتیم به حال خودش. من از ساعت 4 گذاشتم تا الان که 12. اینو موقعم گفتم فکر کنم. ببین غلظتش باید چقدر باورم نمیشه. وای سب کن، بذار اینو بگم. من تنها چیزی که کلا همیشه دوست داشتم رنگ موهام بود، چون رنگ موی من حالت تیره داره، حالت عادی، ولی توی آفتاب که وای میسم قشنگ تره میشه. و الان اصلا نمیدونم که این قرار رنگ موامو تغییر بده یا نه. یه سریا میگفتن روی موی مشکی نمیدونم خیلی رنگشو عوض نمیکنه، یه سریا میگفتن که اگه زیاد بذاری بمونه رنگشو عوض میکنه و من واقعا آخرش نفهمیدم که چه اتفاقی قراره بیفته. من حس اینایی دارم که یه بلیط میگیرن برای سفر ولی نمیدونم به کجا، به خاطر اینکه اصلا نمیدونم فردا صبح برای چه شکلی باشم و به کجا رفته باشم، به فنا یا به بهشت. ببین من واقعا بیشتر به خاطر این دارم میزنم که موهام تقویت شه، چون موهای من خیلی نازکه. جدی الان واقعا نمیدونم 12 شب من اصلا هیچ ایده ای ندارم که از صبح این چه فکری بود، این چه کاریه که دارم انجام میدم. نمیدونم دارم چیکار میکنم. یه ذره بعد آبجوش اضافه کنی تا این شکلی بشه دیگه، بعدش هم بذاری استراحت کنه، بعدش هم بیاری و بزنی رو موهات و باز بذاری یه چند ساعت بمونه. چیکار داری می‌کنی سارا؟ فکر کنم باید تقسیم بندی می‌کردن. آخه اون دختره دقیقاً همینطوری می‌زد. بالاخره کوتاه اومدم و اینو تنم کردم. الان با خیلی راحت‌تر میتونم گند بزنم. قرار نبود این شکلی بشه. دستام هم حنایی شد.
الان ساعت 8:30 و من دارم برم دیگه بشورمش. خیلی احساس میکردم احساس متفاوتی داشته باشم، ولی اصلا این شکلی شده. خیلی دوستش دارم به خاطر اینکه فکر کنم خیلی قرمز شه، ولی خب الان به نظرم یه طورایی مسی دیگه و خیلی خوشگله. فکر نمی‌کنم چیزی رو جا انداخته باشم در رابطه با اینکه چطوری زدمش. تقریبا همه چیزایی که چت جی پی تی بهم گفته بود از یوتیوب یاد گرفتم بهتون گفتم. در کل من میگم بازم بیشتر بخاطر اینکه موام ضخیم شه زدم. من امروز با شامپو نشستم چون بهم گفتش که بعد از اینکه هنو رو گذاشتی و میخواستی بشوریش یا بدون شامپو بشور یا با شامپو بدون سودفات، که خب من بدون شامپو شستم کلا چون شامپو بدون سودفات نداشتم. همین دیگه، چیزی نمونده واقعا. پشیمون نیستم از اینکه این کارو کردم چون خیلی رنگش فرقی نکرد.